در واقع اینجا من براتون چند روش دیدن تعریف کنم که در واقع چند بهره برداری از عکس. الگوی اولش اینه که عکس میتونه تبدیل به یک الگوی ذهنی بشه. حالا الگوی ذهنی چیه؟ الگوی ذهنی در واقع یک تصویر از پیش ثبت شده بر ذهن ماست که وقتی ما رو در مواجهه با یک صحنه یا اهم از حال منظره بنا هر چی که هست قرار میده، ملاک‌های خوب بودن یا بد بودن اون صحنه رو ما با رجوع در واقع به اون الگوی ذهنی که هست ارزیابی می‌کنیم. برای مثال وقتی که حالا یک بنای شاخص یا در واقع یک منظره قرار می‌گیرید، فرض کنید غروب آفتاب، حتی براتون پیش اومده که میگید این مثلا این خودش کارت پستاله مثلا یا این عکسه. در واقع این عکس پیش‌فرض ذهنی شماست که داره تداعی میشه و نسبت به اون صحنه‌ای که در موقعش قرار گرفتید دارید به این صحنه نمره میدید. یا برعکس مثلا می‌خواید عکس بگیرید توی یک صحنه غروب، میگی که نه مثلا این عکس خوبی چیزی ازش در نمیاد. اینا در واقع همون برقراری ارتباط بین الگوی ذهنی که شما از یک تجربه زیسته دارید نسبت به عکس و صحنه‌ای که در مقابلش قرار دارید. یه ویژگی دیگه بعضی از عکس‌ها دارن که در واقع اونها رو متمایز می‌کنه نسبت به بقیه و چشمگیرتر و جذاب‌تر می‌کنه. اون ویژگی رو ما بهش میگیم لحظه قطعی یا decisive moment. حالا لحظه قطعی چیه؟ لحظه قطعی در واقع زمانیه که اون فرم هندسی عکس میرسه به اون کنشی که در عکس موجوده. یعنی که اون رویداد عکس و فرم هندسی و شکلی عکس به کامل‌ترین درجه خودشون میرسن. کما که تو این عکس‌ها میتونید ببینید. توضیح بیشتر اینه که وقتی که لحظه قطعی اتفاق میفته، هر لحظه‌ای پس از اون عکس و پیش از اون عکس دیگه نمیتونه به جذابیت، گیرایی و چشمگیری اون لحظه‌ای باشه که در لحظه قطعی هست. و لزوما در یک سبک خاصی ما از عکس‌ها لحظه قطعی رو نمی‌بینیم، بلکه در ژانرهای مختلف می‌بینید. حتما این مدلش رو خودتون هم امتحان کردید و تو به قول معروف جای مختلف هم گذاشتید برای نمایش، میشه حتی این مورد رو ساخت. خب یک مورد دیگه هست اینه که زمینه عکس‌ها و جایی که عکس نمایش داده میشه بسیار بسیار مهمه، حتی همتراز اهمیت خود عکس‌ها داره. برای مثال من این تصویر براتون انتخاب کردم. این تصویر در 3 زمینه مختلف و در 3 ژانر مختلف عرضه شده. یک بار در یک نشریه تحت عنوان بررسی در واقع وضعیت کافه‌های پاریس مورد ارزیابی قرار گرفته، در یک نشریه علمی پزشکی با عنوان در واقع میزان مصرف مواد الکلی یا مشروبات الکلی نزد شهروندان پاریسی مورد ارزیابی قرار گرفته و در یک نشریه دیگه با عنوان بررسی میزان رواج فحشا در پاریس. و می‌بینید که این عکس چقدر در هر 3 زمینه میتونه با شما صحبت بکنه. برای زمینه عکس رو فراموش نکنید. گاهی وقتا این دوگانگی مفهومی ناشی از زمینه عکس نیست، بلکه ناشی از در واقع درک اطلاعات کاملیه که از عکس داره منتقل میشه. این عکس شما الان 8 تا کودک رو می‌بینید که شما دارن می‌خندن، اما من شاید الان باید بهتون بگم که باید حتما دقت کنید هیچ کدوم دست چپ ندارن. خب مورد دیگه که می‌تونید در خصوص عکس‌ها بگیم برای بهتر دیدن اینه که عکس‌ها می‌تونن تبدیل به نماد بشن. نمادها چی هستن؟ نمادها یه سری نشونه‌های شکلی هستن که خارج از اون معیارها، چارچوب‌ها و مرزبندی‌های جغرافیایی، فرهنگی، نژادی و سیاسی میتونن تاثیرگذاری زیادی رو بر افراد مختلف دنیا بذارن. این عکسایی که می‌بینید در واقع نمادهایی هستن از مبارزه با نژادپرستی، قبلیش مبارزه با جنگ برای حل مسائل سیاسی و عکس بعدی هم که می‌بینید در واقع از مادر به عنوان ستون و پایه خانواده یاد می‌کنه و عکس بعدی دفاع از حقوق کارگران و همچنین یک عکسی هم داریم راجع به در واقع نمادی شده از مقاومت خود ملت ایران در جنگ 8 ساله. حالا نکته‌ای که هست اینه که این عکس‌ها واقعا به همون مقداری که گفته میشه قابل در واقع قابلیت تاثیرگذاری بر سیاست و سیاستمداران را دارن. کما که در اکثر این عکس‌ها سیاست‌های زمان خودشون رو به چالش کشیدن و سیاستمداران رو وادار کردن که حتما تغییر رویه بدن در سیاست زمان خودشون. عکسایی بودن جنگ ویتنام و بقیه که هر کدوم واقعا باعث دیگرگونی‌های سیاسی شدن. خب این هم عکسی که حتما نمیدونم بزرگترها حتما یادشون از زمان جنگ از این عکس زیاد استفاده میشه. خب و اما نکته دیگه با تمام در واقع توانایی‌هایی که عکس‌ها دارن برای ارائه مفاهیم، بعضی از عکس‌ها به کاملی با شما یعنی به طور کامل نمیتونید ازشون چیزی دریافت کنید. یعنی یک جور فرافکنی ذهنی رو در شما ایجاد می‌کنن که شما اصلا باید یک عکس دیگه ببینید تا معنی این به گونه‌ای کامل بشه. همچنین که عکس بعدی این خواهد اومد اینجاست که حالا عکس قبلی براتون معنا پیدا می‌کنه. در واقع با عکس قبلی شما یه جور سردرگمید که این می‌خواد به چه سمت و سویی بره. اما عکس بعدی در واقع عکس مکمله که به شما جهت میده که عکس پایه بر چه منوالی هست. حالا نمونه‌های دیگر از این دست خواهید دید.
ببینید نکته که مهم هست توی در مورد دیدن اینه که عکس مکمل میتونه عوض بشه و به دنبال خودش معنی و مفهوم عکس پایه رو هم عوض بکنه و حتی میتونه بیشتر از یک عکس باشه، یعنی چندین عکس باشه و بعد در قالب چندین عکس معنا و مفهوم عکس ابتدایی رو به اون سمت و سویی که عکاس میخواد یا حالا اون نشریه میخواد در واقع در شما به وجود بیاره. میتونه بیشتر از یک عکس باشه، بنابراین تعداد عکس‌ها و جانمایی عکس‌های مکمل نسبت به عکس پایه هم از دیگر مضامینی که میتونه مفهوم عکس پایه رو در نظر شما متغیر میکنه. عکسی که بعد از این میاد رو باز شما در پی این خواهید دید و اونجا ممکنه که نتیجه بگیرید که مثلا این تظاهرات خیابانی و چه اساسی است و این چه واکنشی هر کدوم نسبت به همدیگه داره. خب در واقع بحث من اینجا تموم شد. تمام اینا ترفندهایی بود که ترفند که نمیشه گفت، روش‌هایی هست که در عالم عکاسی، در ژورنال‌ها، در خبرگزاری‌ها و در سایت‌ها از اینها برای القاء مفاهیم خودشون به شما مخاطب استفاده میشه. امیدوارم که تمرین باشه برای بهتر دیدن. مرسی که وقت گذاشتید.